الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در چند جلسه گذشته مطالبی رو که علامه طحاوی رحمت الله علیه درباره تقدیر و سرنوشت مطرح کرده بود خدمت شما بزرگواران بازگو کردم که امام طحاوی رحمت الله علیه مسئله تقدیر رو از علم آغاز کرد با بیان این مطلب که الله متعال تعداد بهشتیان و تعداد جهنمیان را و اعمالی را که بهشتیان و جهنمیان در دنیا انجام میدادند تمام اینها را الله متعال در ازل میدانسته و تمام اتفاقاتی که در دنیا میافتد تمام بر اساس علم و اراده و خواست الله متعال هست و انسان نیکبخت و سعادتمند و یا انسان بدبخت و نگونسار اون کسی هست که الله متعال برایش سعادت را یا شقاوت را رقم زده باشد. و همچنین علامه طحاوی رحمت الله علیه بیان فرمودند که تقدیر و سرنوشت سر و رازی هست از جانب الله متعال و به نسبت ما انسانها غیب هست که الله متعال این علم را و دانش را از ما پنهان کرده و هیچ انسانی از عاقبت خودش و از آینده خودش اطلاع ندارد و پرداختن به نکات ریز تقدیر و جستجو کردن این اسرار و تعمق در این زمینه سبب حرمان و سبب ناکامی در دنیا و آخرت خواهد شد و انسان مسلمان باید به تقدیر ایمان داشته باشد و بر آن چیزی که الله متعال
بر اساس علم و شناخت خودش برای انسان مقرر کرده، هیچ انسان مسلمانی نباید اعتراض بکند و این چراهایی که در باب تقدیر در ذهن انسان به وجود می آید که چرا الله متعال چنین کرد، چرا چنان کرد، اینها به معنی اعتراض بر تقدیر هست و به معنی رد کردن حکم قرآن و حکم کتاب هست و اینها یک نوع کفر محسوب می شود. در ادامه مطلب علامه طحاوی رحمت الله علیه بعد از این که این مطالب را بیان فرمودند، آخرین جمله‌ای که در جلسه قبل خدمت شما از عقیده طحاوی خوندم این جمله بود که فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من اولیاء الله تعالی. این مطالب مختصری هست از مطالب و باورهایی که یک انسانی که قلبش با نور ایمان و با نور اعتقاد منور هست به این مطالب نیاز دارد. یعنی این باور و این اعتقاد اگر به این صورت باشد و در این چارچوب و قالب باشد، باعث می شود که انسان قلبش منور باشد و به آرامش و آسایش روحی و روانی برسد. الله متعال به این نورانیت قلب و آرامش قلبی اشاره می کند و می فرماید او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. آیا اون کسی که قبلا مرده بوده، حیاتی رو نداشته، وجودی رو نداشته و از آنجایی که قلبش یک قلب مرده‌ای بوده، بدون ایمان بوده، مانند انسانی بوده که اصلا وجودی نداشته، گویا که خودش مرده بوده، ما چنین انسانی را آوردیم، زنده کردیم و نوری را فرارویش قرار دادیم که بر اساس اون نور در میان مردم حرکت می کند. آیا چنین انسانی مانند کسی هست که در تاریکی ها و در ظلمات قدم بر می دارد؟ قطعا این گونه نیست. انسانی که خصوصا در این بابی که مورد بحث ما هست، باب تقدیر، بر اساس این اصول و ضوابطی که برگرفته از قرآن و حدیث هست به تقدیر بپردازد و به تقدیر و سرنوشت ایمان داشته باشد، چون این انسانی واقعا انسانی هست که قلبش منور هست به نور معرفت الله متعال و به خاطر این معرفتی که دارد، شناختی که از اصل تقدیر دارد، بدین خاطر در زندگانی دنیا هم آرامش و اطمینان قلبی عاید و نصیبش می شود. علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که این امور و این موارد مواردی هست که هر انسان مسلمانی به آن نیاز دارد و می فرماید و هی درجه الراسخین فی العلم. این درجه‌ای که من مطرح کردم با این صفات و ویژگی ها و اون مسلمانانی که این باورها و این دید و نگرش را به تقدیر داشته باشند، اونها در واقع به درجه علمای راسخین رسیدند. این هست درجه علمای راسخین در علم که در باب علم اونها استوار و پابرجا هستند. هیچ گونه شک و تردیدی در قلب اونها راه نمی‌یابد و ایمانی که دارند این ایمانشون بر اساس علم و معرفت و شناختی هست که از باب تقدیر و در مورد تقدیر دارند و آن هم برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین انسانی که در باب تقدیر همه چیز را به الله متعال بسپارد، راضی باشد به تقدیر الله متعال، در مورد تقدیر و آن چیزی که برایش اتفاق افتاده اعتراض نکند بر تقدیر و سرنوشت و این تقدیر و سرنوشت را بهانه انجام گناه قرار ندهد و نگوید که
در هنگامی که گناهی رو انجام میدهد که این کار رو الله متعال برای من مقدر کرده بوده، من چاره‌ای نداشتم، باید گناه میکردم، اما در هنگامی که یک کار خیری رو انجام میدهد، یک افتخاری رو در دنیا برایش در واقع میبینیم که رخ میدهد، میگوید که این کار رو من انجام دادم، این افتخار من هست، این کار زاییده فکر و عمل من هست. کار خیری باشد آن را به خودش نسبت میدهد و کار شری باشد اون را به خداوند متعال نسبت میدهد و گناهش را بر گردن تقدیر میندازد. این نگرش در واقع نگرش واقع بینانه‌ای به تقدیر و سرنوشت نیست. انسان مسلمان به تقدیر الهی ایمان دارد، باور دارد، اما در عین حال تمام اسباب و تمام ابزار یک کار را و ابزار رسیدن به سعادت و نیکبختی را، اسباب رسیدن به بهشت و به پاداش الهی را، تمام اینها را به کار می‌بندد و در باره تقدیر پایبند اون چیزی هست که الله متعال در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارش برای ما بیان فرموده که ایشان فرمودند که اعملوا فکل میسر لما خلق له، شما عمل بکنید، هر کسی آنچه را که الله متعال برایش مقدر کرده باشد به همان مسیر توفیق خواهد یافت. پس بنابراین درجه راسخین در علم، اونهایی که در باب علم به رسوخ رسیدند و دور از شک و دور از تردید و دودلی هستند، راهشون همین هست و به این گونه و به این مطالب ایمان دارند که تقدیر یکی از اسرار الله متعال هست و هر چرا که الله متعال برای ما مقدر کرده قطعا اتفاق می افتد. تقدیر برای هیچ انسانی قابل تغییر دادن نیست و تقدیر هم در واقع دست و پای ما را نبسته به گونه‌ای که ما مجبور محض باشیم که کارهای ما بدون از اراده و بدون خواست ما باشد، بلکه تمام اعمالی را که ما انجام می دهیم بر اساس خواست و اراده ما هست و بدین خاطر هست که الله متعال ما را به خاطر کارهای نیکمان پاداش می دهد و در برابر کارهای زشت و بدمان ما را مجازات می کند. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله باز می گردم و مطالبی دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. علامه طحاوی رحمت الله علیه پذیرفتن تقدیر را و شک و شبهه نداشتن درباره تقدیر را و باور داشتن درباره تقدیر اونگونه که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند، این را درجه راسخین در علم می‌داند. یعنی آن کسانی که رسوخ علمی دارند و علمشان عمیق هست، آنها در باب تقدیر الله متعال دچار تردد و دودلی نیستند و ایمانشان به تقدیر
ایمانی هست که واقعا الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیم کردند و هیچگاه در پی این نخواهند بود و نیستند که مواردی را که جزء علم غیب هست، جزء اسرار الهی هست، آنها را کشف بکنند. در ادامه مطلب می‌فرماید که لأن العلم علمان، علم اساساً دو گونه هست. علمی که وجود دارد در میان انسانها یک گونه علم هست، علمی هست که الله متعال آن را به ما انسانها هدیه داده، در قرآن بیان شده، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. علم فی الخلق موجود و علم فی الخلق مفقود. دو تا علم هست، یک علمی که در میان بندگان وجود دارد و علمی دیگر که از میان بندگان برچیده شده و مفقود هست. اون علمی که مفقود هست علم غیب هست که در اختیار ما انسانها نیست، که الله متعال عالم غیب هست. فلا یظهر علی غیبه احدا، که الله متعال هیچ کسی را مطلع بر غیب خودش قرار نداده. این علم مفقودی هست، علمی هست که در اختیار ما نیست. اما علمی که در اختیار ما هست، الله متعال در اختیار ما قرار داده، علم شریعت هست، علم قرآن هست، علم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را وظیفه دادند و این رسالت را به ایشان محول کردند که این علم را به ما بیاموزد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که علم کتاب را، علم قرآن را و حکمت را که سنت هست این را به پیروان خودش و به مسلمانان بیاموزد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و شما را مواردی بیاموزد که قبل از این شما نمیدانستید. این موارد علم شریعت هست، علم قرآن و علم حدیث هست و علومی هست که برگرفته از قرآن و حدیث هستند. پس بنابراین دو تا علم وجود دارد. یک علم غیب هست که مخصوص الله متعال هست، نه فرشتگان مقرب از آن آگاه هستند و نه پیامبران مرسل و فرستادگان الهی. و یک علمی هست که در میان انسانها و در میان مسلمانان موجود هست که علم شریعت هست، علم قرآن و علم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. علامه طحاوی می‌فرماید فانکار العلم الموجود کفر، انکار کردن علم موجود کفر است. یعنی علم قرآن، علم سنت و این علومی که وجود دارند انکارشون کفر هست، زیرا که یک امر کاملا واضح و آشکاری هست. مطالبی که در قرآن بیان شده، مطالبی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، این در واقع اگر کسی انکار بکند که قرآنی وجود ندارد، این مطالبی که در قرآن اومده این مطالب را مطالب غیر علمی و غیر واقعی بداند، اینها را دروغ بپندارد، چون این انسانی کافر و مرتد هست. فانکار العلم الموجود کفر، انکار کردن این علم موجود کفر هست. و همون گونه که انکار علم موجود کفر هست، ادعای علم مفقود هم کفر هست. و ادعاء العلم المفقود کفر، و ادعا کردن، مدعی شدن که من علم مفقود رو در اختیار دارم، علم غیب رو من در اختیار دارم، چون این ادعای هم در واقع کفر هست که الله متعال می‌فرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، کسانی که در آسمان هستند، در زمین هستند، هیچ فردی از اونها علم غیب را نمیدانند و این علم غیب مخصوص الله متعال هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اشاره می‌فرمایند به این که من علم غیب را ندارم و نمیدانم، ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. و هیچ کسی از انسانها اهمی از پیامبران و حتی فرشتگان الهی این علم غیب را در واقع نمیدانند
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و مفاتح غیب، کلید غیب در دست الله متعال هست و کسی غیر از الله متعال از علم غیب اطلاع ندارد. پس بنابراین این تقدیر و سرنوشت هم جز علم غیب هست، جز مواردی هست که الله متعال آن را از انسانها مخفی نگه داشته. نه فرشتگان از آن اطلاعی دارند و نه انسانها، حتی پیامبران برگزیده الهی هم از سرنوشت اطلاع و آگاهی ندارند. پس بنابراین انکار علم موجود، یعنی انکار علم قرآن و حدیث، انکار مفاهیمی که از جانب الله و رسول الله بیان شده کفر هست و همچنین ادعای علمی که الله متعال آن را ظاهر نکرده، آن را مخفی نگه داشته از دید انسانها و فرشتگان، اگر کسی چنین علمی را ادعا بکند چنین فردی در واقع کافر گشته. انکار علم موجود یا ادعای علم مفقود هر دوتا کفر هستند. و علامه طحاوی رحمت الله علیه در آخر می‌فرمایند که ولا یثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود و ترک طلب العلم المفقود. و ایمان ثابت نمیماند، ایمان استوار نمیماند، اصلا ایمان وجودی ندارد مگر با پذیرفتن علم موجود، یعنی با پذیرفتن قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار ترک طلب علم مفقود، یعنی این که انسان در پی حاصل کردن و اطلاع پیدا کردن از علم غیبی که الله متعال آن را مخفی نگه داشته، انسان نباید در این زمینه تلاش بکند و در پی اطلاع و آگاهی از علم غیب باشد. من جمله این علم غیب و علم پوشیده علم به تقدیر و سرنوشت هست که هیچ انسانی از تقدیر و سرنوشت خودش یا تقدیر و سرنوشت دیگران اطلاعی ندارد. پس بنابراین کسانی که ادعا می کنند که علم غیب را دارند در واقع کافر هستند، زیرا که الله متعال صراحتا در قرآن بیان فرموده که علم غیب مخصوص الله متعال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا در قرآن اعلام فرموده که من علم غیب را نمیدانم. پس وقتی که الله متعال این اعلام را کرده که علم غیب مخصوص من هست و رسول الله اعلام فرموده که کسی علم غیب نمیداند، حتی من هم علم غیب نمیدانم، فرشتگان مقرب الله متعال علم غیب نمیدانند، پس بنابراین چنین ادعایی از هر کسی صورت بگیرد کفر هست. همون گونه که ادعای این علمی که وجود دارد اگر کسی این را انکار بکند و این را نپذیرد کفر هست. پس بنابراین ما در این زمینه باید پیرو الله متعال باشیم، علمی را که در اختیار ما گذاشته به آن ایمان بیاوریم، علم قرآن، علم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بر مبنای آن زندگی خودمان را بگذارانیم و علمی را که از ما نگه داشته مخفی داشته آن را در پی آن نباشیم و به هر چیزی که از جانب الله و پیامبر ایشان برای ما بیان شده کاملا ایمان داشته باشیم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.